برهم دادن این جین از طرف کمیته علاقه این یک ضربه با مهاجران می باشد. ضربه به نهایت اقتصادی که به نهایت با نرخ ارزان مهاجران از این استفاده می بردند و در اینجا اینترنت هم ارزان است و مخصوصا در کوهستان که اینترنت در تاجیکستان اینترنت ها دست نرسند و با طریق اینترنت با زنگ‌های موبیلی استفاده می‌بردند و از احوال پدر و مادر خود خبردار می‌شدند و مخصوصا من یکی از مهاجران هر بیگاه با طریق ایمو یا با طریق اسکایپ از درس‌های فرزندای خود باخبر می‌شوم. از همچون درس تیار می‌کنیم، همچون از دیدار اونها کمی هم باشد دیداربانی می‌کنیم و خواهش است از گروه مهاجران خواهش از نام مهاجران خواهش میکنیم که این واسطه‌های علاقه‌های اینترنتی رو در تاجیکستان برعکس انکشاف دهند و توانند که مهاجران در تماس با فرزندان خود و با اهل و عائله خود باشند.